دیشب با دوستامون داشتیم حرف میزدیم که کی جوونی کرده. همه معتقد بودن که ما جوونی نکردیم، اما من معتقد بودم که آقا من جوونی کردم. حالا بیان تا بدون بگم چجوری. تو سن جوونی همه میرن مدرسه، خب آدم ها درس میخونن و مثلا اردو میرن دیگه، و من معتقدم که من هم درس خوندم، حالا همه نمره هم گرفتم 15 16 17 18 19 اینجوری نبوده که همیشه 20 بگیرم، و همیشه همه اردو و مدرسه رو شرکت کردم، چه با قبرش هم میخواستم برن، چه تهرون میخواستم برن، قوم و جمکران، من حتی راهیانی نورم رفتم، جنوب میبرن راهیانی نور و بی نهایت خوش گذروندم. همین میشه مثلا مسافرتی مجردی دیگه، ولی حالا با توری مدرسه انقدرم خوش گذروندیم که نگو. بعد تازه بعضی ها فکر میکنن که باید اینم دیگه تمام شد. همه معتقد بودن که ما که دوست پسر نداشتیم، ما که پسر بازی نکردیم، ما که دختر بازی نکردیم، ما که تایلند نرفتیم، ما که نمیدونم چی. ببین عزیزم، مثلا مشروبات و علف و دختر و پسر و اینا تجربه است، اینا جوانی کردن یا نکردن نیست، شاید تو هر سنی بتونی اینا رو تجربهش کنی، ولی جوانی یعنی از همون سنی 15 16 سالگی که چی کار میکنن ملت؟ میرن مدرسه درس بخونن، تو فقط درس نخونی، تو با دوستات خوشم بگذرونی. وقتی تو هر سنی همون کاری که باید تو اون سن انجام بدی یا انجام بدی، دیگه قصد گذشته رو هیچ وقت نمیخوری. یا حتی تو هر شرایطی، مثلا اگه تو سنی 15 16 سالگی ازدواج کردی و مجبور شدی خونه داری کنی یا بچه داری کنی و اینا، خب تو جوانی نکردی. یا مثلا مجبور بودی بری سری کار تا پول در بیاری، تو جوانی نکردی، خب در قبالش یه چیز دیگه ای داشتی و باید سری فرصتی که پیدا میکنی اون جوانی نکردنه تو جبران کنی. به نظری من مثلا اگه که مجبور شدی ازدواج کنی و بچه داری، میتونی با بچت که داره بزرگ میشه مثلا توی سنی ادامه تحصیل دم بدی، بتونی اون موقعیتی تحصیلی و دوستایی اون سنی رو دوباره برای خودت بازسازی کنی. واقعا قصد خوردن جوانی نکردن هیچ به دردت نمیخوره جز اینکه تو یه قربانی هستی، ولی جبرانش کن تا دیر نشده. مثلا تو سنی 18 19 سالگی ماشینی آقامون رو برمی داشتیم، گواهی نامه تازه گرفته بودیم، میرفتیم کلاسمون رو میپیچوندیم دانشگاه، با دوستان میرفتیم لبی پل خاجو، میرفتیم دور میزدیم، میرفتیم اناردون انار میخوردیم، اصلا آب انار میخوردیم، اصلا همین بود دیگه. حالا مثلا من 600 تا دوست پسر داشته باشم و گل و مشروب و پارتی و اینا برم، من جوونی کردم. برو بابا، این جوونی من نمیدم شعارا بس. مثلا اصفهان زیاد برف نمیمه، بعد سالی 91 92 بود که زمستونش یه برفی سنگینی اومد و برف نشسته بود، اصلا هممون مونده بودیم که انگار بعدی 7 سال یه برفی حسابی نشسته بود. بعد به دوستم گفتم که خره بیا بریم تو کوچه برف بازی کنیم. گفت نه من فردا درس دارم، امتحان دارم، نمیتونم بیام. گفتم که بابا خره اصفهان کی تا حالا دیده برف بیاد؟ بیا بریم برف بازی کنیم، امتحان و درس که همیشه هست. گفت نه من درس دارم. خلاصه دلت نخواد ما با بقیه دوستام رفتیم، کولر رو بذار خاموش کنم، رفتیم تو کوچه برف بازی، بعدش هم کلی خوش گذروندیم. یعنی من اون غذایی که بعد از برف بازی اومدم کناری بخاری تو خونمون خوردم و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، اون مزهش هنوز زیر زبونمه. اینجوری پامو چسبوندم بودم به بخاری تا یخ و پام آب شه. 600 تو کوچه داشتیم بازی میکردیم. همینه دیگه. الان مثلا اون دیگه هم اصفهان برف نیامد و شوور کرد و بچه دار شد و تموم شد. آرایشم تموم شد، یاد یه خاطر دیگه افتادم. ببین درسته که نذاشتن جوونی کنیم اما ما یه چه کارایی کردیم، ما یه جوونیایی کردیم. یاد یه خاطر دیگه افتادم. فکر کن با دوستامون سالی 90 91 بود که گواهی نامه گرفته بودیم، میرفتیم سیتی سنتر، تازه باز شده بود فکر کنم، میرفتیم اونجا، بعد انقدر با کلاس بود میگفتیم فرض کن اینجا خارج وای، میگفتیم فرض کنین اینجا خارجه، بعد انقدر بازسازیش میکردیم و انقدر تو حال هوای خارج بودیم که الان همه اون دوستامون خارجی.
اصلا یهو یادم افتاد چقدر دلمون شاد بود. مهم دله.